آستیلم حتما براتون سوال شده که بعضی‌ها چطوری مثل چیترا نوکشون رو با هم عوض میکنن. نوکشون رو هی سریع با هم عوض میکنن، شات میزنن، خیلی خفن میزنن. خیلیاتون 100% این موضوع رو بلدین، ولی من دارم این ویدیو رو میذارم برای تو که بلد نبودی و نیستی، اصلا بلد نیستن، نمیدونن. برای این کار حتما باید بریم توی بخش بیسیک ستینگ، میاین پایین کویک بیفن سویچ، اینو آن میکنین و همینطور که میبینی پس شده که پشمات ریخت. نه توی که بلد نبودی مطمئن دیگه پشمات. بعد حتما فقط به این موضوع نیست که بیاین کویک بیفن سویچ رو بذارین، به موضوع دیگه هم بستگی داره که بعد حتما پای ویدیو بشینین که بریم برای ادامه ویدیو، ادامه یاد دادن. زدم که زیاد وقتتون نگیره، واقعا موندین به نازم. اگه واقعا موندی و یه لایک و سابم بزنی که قلب منی و سوپرمن واقعی برو. میای تو بخش لودات و بهترین اتچمنتی که داری همونطور که گفتم فقط به پرک و اینا نیست و اتچمنت من. حالا اتچمنت دیگه من اینه که هیپام هم همه رو با این میزنم. حتما باید فست سویچ رو بذارین بچه‌ها. فست سویچ خیلی مهمه، یکی از مهمترین اینا فست سویچ رو بذارین اینجا. پرک اگیل چیه اینم بذارین و اگر که به سوال جوابتون یا جواب سوالتون دست پیدا کردیم ما رو دعا کن و یه لایک و سابو بزن که من انرژی بگیرم برای آموزش. منی که میدونم ساب نمی‌کنی ولی نمیتونم ثابتش کنم، ولی ناموسان تو ساب کن. دمت گرم. بیشتر کانال منو دنبال کن. دوست داری آموزش بعدی در مورد چی باشه تو کامنت بنویس.